یشید خوش چته بابا، پاک رد دادی یا؟ عظما من همین الان از چین برگشتم، کلی هم دستاورد دارم، کنفو یاد گرفتم، میخوام سیاست وفاق رو عملی کنم. بشین بابا، حال نداری؟ بگو ببینم دستاورد چی داشتی؟ دستاوردامو همه رو به تصویر کشیدم. این کیه؟ این رئیس جمهور چینه دیگه. خاک بر سرت، این رئیس جمهور چینه؟ ندیدی رو کتش نوشته مسئول پذیرایی؟ اسکل برگشتی به اون به زبان فارسی میگی خوش آمدید؟ فاز چیه تو؟ همه جا باید آبروی منو ببری؟ خب عظمر انتظار داشتی چی بگم؟ از ناترازی آب و برق بگم؟ از ته کشیدن خزانمون بگم؟